سلام درود هموطنان عزیز. خدا کنه لباس عافیت به تن داشته سلامت باشین. عبدالرقیب افضلی هستم با یکی از ویدیوهای دیگه‌ای که در قسمت اینترویو و یا مصاحبه الزامی و ضروری است که هموطنان و دوستای ما بفهمد تا از این مرحله چطور گذار بکنن. دوستا، معمولا ویدیویی که من منتشر میکنم در رابطه با ساختن یا ساختار شخصیت فردی است. ما شخصیت های فردی را ساخته، بالاخره در شخصیت های اجتماعی انشاءالله خواهد سهم گرفتیم. خب به ویدیو بعدی که منتشر میشه و شما گوش میکنین لطفاً سابسکرایب بکنین، لایک یادتان نره، کامنت های عزیزتان بتین، کامنت هایی که دان چیز از اینتان خطور میکنه ترسیم میشه بر ما خیلی مهم است تا اینکه ما از کامنت های شما، از کامنت های خوب شما الهام گرفته ویدیوهای ما بهتر شود. خب هموطنان عزیز، من آغاز میکنم در رابطه با مصاحبه. چیزی که متاسفانه در یک دو سه پنل مصاحبه ما بودم دریافت کردم کمی غم انگیز هست، ولی از همینجا شروع کردم به خاطر که پیامی که در قسمت نکاتی که من در قسمت مصاحبه صحبت میکنم پیامی را که پیدا کردم و خواستم میره ترابل شوتینگ بکنم، راه حلش به شما هموطنان پیشنهاد بکنم. جالبی است که در یک اسپانل ما بودم، دوستا و عزیزایی که اونجا امتحان میدادن، یک دوست داخل دفتر ما شد، پرسانی کردیم برش، گفتم برادر چرا خسته هستی، افسرده هستی؟ گفت خب 10 جای امتحان دادیم، میام 11 اگر کاغذ داری، فرم داری، سوالی داری بیار که من حل بکنم که باز من میرم. اوج ناامیدی، اوج خستگی، اوج چیزی که شما تخیل میکنین. چقدر خسته میباشه انسان. یعنی اگر شما جایی بر اینترویو میرین، جایی بر امتحان میرین، جایی میرین که به خاطر اشغال یک موقف کار را انجام بدین، اگر شما به حد خسته و افسرده و ذله هستین، لطفا نرین، لطفا نرین. چرا طرف دومی که پنل است، طرف دومی که کارفرما است، طرف دومی که مدیر عامل یا منیجر یا دایرکتوریت است، اینا دیگه در ابتدای لحظت یک اینپوت رنگ را برش داد، یک اینپوت غلط را برش داد. چرا؟ هرگاه ما اینپوت ما غلط باشه اوتپوت دیگه چی انتظار داریم؟ ما نکته اولی را که در قسمت مصاحبه به شما پیشنهاد میکنیم عزیزان، این است که چیزی که خیلی مهم است با انرژی باید باشه. اگر شما ساعت 10 بجه اینترویو دارین و 10 بجه با انرژی نیستین، ساعت 10 بجه آدم درست نیستین، آماده به اینترویو نیستین، لطفا نرین، پلیز نرین. برشان کال کنین، تماس بگیرین که من مشکل دارم، آماده نمیتونم، اگر ممکن است فردا اینترویو منو بگیرین. برن مس کردن بهتر است از اینکه انرژی نداشته باشین. خود را آماده به اون مرحله نسازی. این نکته خیلی مهم است. نکته دوم در قسمت اینترویو خوبترین نکته بحث خوش صحبت کردن است. خیلی خوش صحبت باشه. کوشش نکنین که شما در یک حالت خود قرار بدین که مدافع باشین. بغض، کینه، حسد، زلگی، خستگی، به حدی که یک کسی از سوال میکنه تو بسیار حساس باشی در رابطه با سوالات از نه. بسیار خوش زبان، بسیار خوش کلام، خوش برخورد باشین. این خیلی مهم است. نکته سوم، بحث است که بادی لنگویج تان مد نظر بگیرین. بادی لنگویج خیلی مهم است در هر کار، در هر امورات. وقت شما کار میکنین، خصوصا مرحله که شما در پنل استخدام هستین، اگر شما یک بادی لنگویج خوب نداشته باشین، یک بیست کمیونیکیشن خوب نداشته باشین، اینجا بادی لنگویج چی است؟ بادی لنگویج فن بیان، فن سخن، توانمندی سخن، جمع بندی کلماتی است که طرف دوم شما را باید بشناسه. شما کی هستین؟ شما چی نوع خلاقیت دارین؟ شما چی نوع ظرافت دارین؟ شما چی نوع هنر دارین؟ این را شما میتونید در بادی لنگویج تنظیم بکنین. یک تعداد دوستا در پنل هست، وقتی ما در مصاحبه میبینیم شما اگر یک سوال میکنیم میره دور میزنه باز بیان پاسخ میده. نباید چنین باشین. یعنی نکته خیلی مهم و خیلی حساسی است که شما سوالی که هستان میشه جواب بدین. اگر جواب دادن نتونستید مطلق بگین اولین بار است که من چنین چیز را میشنوم، اما نشه خدای نکرده شما جواب غلط را بکنین. خیلی نکته مهم است. به خاطر از اینکه شما جواب غلط ارائه بکنین طرف را نمیشناسین،
مخاطب اولتان را نمیشناسین که آدم چقدر پرفکت است، چقدر توانمندی داره، چقدر اکسپریانس داره، با چی انواع و با چی کتله از پنل نشسته. بنان شما شناخت درست از مخاطب اولتان ندارین. اگر دروغ بگوین، اگر جل کنین، اگر لاف بزنین، اگر کلمات را استفاده بکنین، اینا درک میکنه که بله این شخص کاملا دروغ میگه. اینجا شما ریجکت میشه. نه، آنچه که از سوال میشه جواب بدین. بیشتر نبافین. خودکوزه و خودکوزگر و خودکوزه فروش نباشین. این نکته مهم است. نکته بعدی که خیلی مهمتر است، اگر از شما سوال میشه، چون یک آنر، یک چانسلر، یک دایرکتوریت، یک منیجر به شما نیاز داره، شما را میخواد استخدام بکنه. از شما اگر سوال میشه، از یک نکته سوال میکنه که این موضوع را میفهمی، اگر میفهمیدی جواب میده، اگر نمیفهمیدی تصمیم دارم از شما یاد بگیرم، از دوستا یاد بگیرم. ان شاء الله در طول مدت ماموریتی که با شما بودم حتما از داشته هایتان استفاده میکنم. این نکته خیلی مهم است. نشه نکته دیگه استفاده بکنی که اصلا به اون مسیر نرفته باشی. یک چیزی که حساسی ترین است که نکته پنجم هست که خیلی مهم است عزیزا. اون نکته چی است؟ شما فکر کنین وقت پیش سلمان رفتین در چوکی سلمانی نشستین، سلمان با اون ماشین و قیچیش دیگه مطلق سر شما اصلاح میکنن. فراموش نکنین اینترویو مانند سلمانی است. قیچی و تیغ و ماشین تمامش پنل به دست تو میده. تو هستی که به کدام اندازه قیچی کنی، به کدام اندازه ماشین کنی، به کدام اندازه ستایل اینترویو رو بسازی. این نکته خیلی مهم است. اگر خدای نکرده اینمی قیچی و تیغ و تمام ابزار در نزد شما بود و شما نتونستین این را مدیریت کنین، مانند همون سلمانی که ناکارا می باشه، باز مطمئن هستم سر یک انسان اگر بخوای جور بکنی خراب میسازی. یعنی به این معناست که پنل اینترویو مانند اونمو رفتن پیش سلمان است. چرا؟ تمام نکته 80 و چند فیصدش برمیگرده برای خودت تا اینکه تو ترمیم بکنی. بنابراین اگر نتونستی ترمیم بکنی، بر مبنای عزیز که تو ناتوان هستی، بر مبنای عزیز که یک کراس کرده نمیتونی. نکته مهمتر از او در قسمت جایی که کار کردیم. مهم نیست نهاد خرد است، نهاد بزرگ است، نهاد متوسط است، هر جایی که کار کردیم. اگر ازتون سوال میشه که جای قبلی کار میکردین چطور بود، افرادی کار میکرد چطور بود، منیجرتون چطور بود، شما چطور بودین، همکارایی داریتون چطور بود و غیره مسائل، شما نشه کار را انجام بدین که منیجر خوب نبود، مدیر خوب نبود، اینی خوب نبود، مؤسس خوب نبود، یک دنیا غیبت. ممکن جایی که نو استخدام میشین با اون مؤسس قبلی شما روابط خانوادگی داشته باشه، ممکن روابط بزنس داشته باشه، ممکن روابط اجتماعی داشته باشه، ممکن تیغ و چاقو باشه با هم دیگه. خیلی نکات مشترک هست ای بین. وجه مشترک ها رو باید بسنجید، یعنی مخاطب شناسی باید بکنید. چی کار باید بکنید در این نکته؟ خب من اونجا رو ترک کردم، یا خسته شده بودم، یا آب دانی ما به اونم اندازه بود، بنان میخوایم امروز شما هم کار باشم. آدمای خوب بودن، خیر بینن، خانشان آباد، تشکر. این نکته خیلی مهم است. نشه که نکته استفاده کنی که خوب نبودن، این تو بودن، اون تو بودن، یک دنیا. چرا؟ کسی که شما رو استخدام میکنه چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که خب وقتی تو درباره مؤسس، درباره منیجر، درباره دایرکتور قبلی چنین غیبت گویی میکنی، اگر با ما باشی 4 سوا کار کنی، پس بری پس سر ما همچنین میگی. این برداشت است که شخصی که از شما اینترویو میگیره 100% داره. به شک نکنین. در قسمت امتیازتان فراموش نکنین که نقطه خیلی مهم است. در امتیاز هرگز نگوین فلان مقدار به من امتیاز بدین. ممکن اگر شما از قانون کار، از قانون تایم صحبت بکنین، مؤسس به اندازه کافی از شما که معلومات داره، منیجر به اندازه کافی از شما معلومات داره، کسی که در 4 پنل است به اندازه کافی معلومات داره. اگر شما بگین که این مقدار اگه برای من میتین من کار میکنم، اگر نمیتین من کار نمیکنم. این مانند بلاک های بلند منزلای میمونه که صاحبشان به $100 کرایه نمیده، 5 سال بیکار است، ولی چون بزنس را نمیفهمه
بزنس را نمیفهمه به $500 کرایه میده ولی کرانشین پیدا نمیکنه. اگر همین 2 سال بیکار می باشه و $100 شما معادل از را بسنجین که به $300 ولی بیکار است کسی نمیاد. معادلش را بسنجین که اگر اینمی بلاک ها را به $100 کرایه بده در 3 سال پول ازی چقدر میشه؟ آیا فایده، آیا چون بازار آزاد، بازار کپیتالیسم است، آیا فایده ای که $100 را به دست بیاره بگیره، مالیه میته، پرداختی داره، جرایم مالیاتی داره و غیره مسائل، یا ای که همو بیکار باشه؟ این نکته مهمترین نکته است که در این قسمت شما هیچ ارقام را درش نکنین. فقط کافی است بگوین که آنچه شما لازم میبینین، چیزی که پالیسی و قانون و مقررات اداره است و من که اینجا آمدم استخدام میشم، اگر توانمندی دارم یک مقدار شما مشخص بکنین، برمی ایمیل کنین، در واتساپ برام روان کنین، کال کنین، بعد از کانفرمیشن شمیتم. در غیر از او آنچه شما لازم میبینین. این نکته بار داره، این نکته وزن داره، این نکته نفس داره. اون نکته نفس نداره که اگر به من 10,000 افغانی میتونم من کار میکنم، اگر 9,200 یا 9,899 یا 9,999 افغانی، یک افغانی هم کم باشه کار نمیکنم. تشکر. خب نکته بعدی در قسمت پوششتان است. شما اگر برای یک اینترویو میرین، چیزی که خیلی مهم است، باید با یک لباس عادی با یک مفکوره عالی، با لباس عادی با مفکوره عالی باید داخل شوید. اگر به لوکال سکشن ها میرین، لوکال ارگانایزیشن ها میرین، با اونمو لباس. اگر اینترنشنال بیس اینترویو داری، با اینترنشنال بیس لباس. نشه که تو به یک اینترویو میری، موهای درست نیست، سرکله درست نیست، لباس درست نیست، الفاظ درست نیست، آماده نیستی، ریجکت میشی. بوتای درست نیست، جوراب درست نیست، حتی اولین قدمت که داخل HR دیپارتمنت میشی، اولین قدمت که در پنل میری، سلام علیکم، خداحافظی، تمام از تحت نظارت قرار میگیره. بنان نکته که خیلی مهم است، لباسایتان باید خیلی سنگین بپوشین. آن چیزی که در جامعه‌ای که زندگی میکنین حجاب میکنه، آن چیزی که فرضی همون جامعه شماست. اما نکته بعدی که معمولا میخوایم به خانوما بگوییم که ما دختر خانومایی هم داریم که وقتی به پنل اینترویو میان، به اینترویو میرن، متاسفانه با پوشش بسیار غلیظ، با آرایش بسیار غلیظ، امو شکل و شمایل خود چنج میکنن. فراموش نکنن که به شکل هیچ وقت در یک نهاد، در یک ارگانایزیشن استخدام نمیشن. باید آدم ساده و بسیط باید باشی و مخاطب شناسی بکنی. در نهادی که امتحان میدی، در ارگانایزیشنی که امتحان میدی، در مؤسسه‌ای که میخوای جذب شوی، تو باید قبل از اینکه جذب شوی افراد از اون پنل از اون آشنایی ازشون داشته باشی که اینجا چیها مورد سلیقه ها و چیها مورد استاندارد هست. برای این نکته خیلی مهم است. نکته آخر را میخوایم براتون بگیم. آخرین نکته عزیزای دل، آخرین نکته است، بمو پیمانه، بمو اندازه، با نمو طاقت فرساترین لحظات زندگی که شما ضرورت به کار دارین و روزهای بد بیکاری پشت سر میگذارین، از شما بیشتر طرف دومتان به یک کارمند خوب نیاز داره. بمو اندازه از شما بیشتر به یک کارمند خوب نیاز داره. اگر شما کارمند یک امپلایی خوب باشین، امپلایر به شما نیاز داره، 100% نیاز داره. فراموش نکنین. اما قدر که تو دلهوره داری، در دلت همیشه پیام سرازیر میشه که ای کاش یک جای خوب، یک جای استاندارد، یک جای عالی کار بکنم. به مو اندازه یک مؤسس، به مو اندازه یک آنر، به مو اندازه یک منیجر به کارمند خوب ضرورت داره. اگر کارمند خوب را پیدا بکنه، هیچ وقت مست نمیکنه. پس شمایی که دنبال کار هستین، شمایی که پشت کار میگردین، شمایی که در صدد کاریابی هستین، لطف کنین خودتون با معیاری که عرض کردم برابر بسازین. ان شاء الله موفق و سربلند و سرفراز خواهید بود. بلند تشکر از اینکه ویدیوها را شنیدین. لایک بکنین، سابسکرایب بکنین تا ای که از ویدیوهای بعدی ما هم اطلاع پیدا بکنین. موفق و سربلند باشین.